آیا تا به حال به این فکر کرده اید که ذهن شما چقدر قدرتمند است؟ جو دیسپنزا، دانشمند و نویسنده مشهور، داستان‌هایی را روایت می‌کند که مرزهای باور ما را جابجا می‌کنند. یکی از این داستان‌ها حقیقتی تکان دهنده را آشکار می‌سازد. او از زنی می‌گوید که به بیماری لاعلاجی مبتلا بود و پزشکان از او قطع امید کرده بودند. اما این زن تسلیم نشد. او هر روز ساعتها به مدیتیشن می‌پرداخت و خود را کاملا سالم و شفایافته تصور می‌کرد. او نه تنها بیماریش را پذیرفت، بلکه فعالانه برای تغییر واقعیت درونیش تلاش کرد. نتیجه حیرت انگیز بود. پس از مدتی تمام علائم بیماری ناپدید شدند و او به طور کامل شفا یافت. پزشکان هیچ توضیحی برای این پدیده نداشتند. این داستان به ما می‌آموزد که ذهن ما فراتر از آنچه تصور می‌کنیم توانایی خلق و تغییر واقعیت فیزیکی ما را دارد. این قدرت در درون هر یک از ما نهفته است.